سوال از یک پدر بسیار غمدار به حاجی میرزا. در 14 سال حیاتم صاحب یک فرزند یعنی بچه شدم که زمانی تولد مادر این فرزند سر فرزند رفت. خیلی عذاب و غم داشتم، لیکن غم و دقتم را با این فرزند بی مادر خاموش میکردم. این غم کم در یاد فراموشی بود که این بچه هم در 10 سالگی از بیماری گذشت. بسیار غمدار هستم. برای دلبرداریم چیزی گویید. از 300 کیلومتر راه دور آمدم. دنیا در نظرم گشته است و تماما آرام نیستم. جمله عزیز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصاب منکم و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله. برادری خیلی عزیز و گرامی، الله در قرآن میگوید هر مصیبتی که به سر فرزند آدم می آید یقین داند که به اجازت من می آید. هر حالتی ده که شما روبرو می شوید الله می گوید برپا کننده همون حالت من هستم. از این خاطر یگانه ما باید در قضای پروردگار فقط راضی باشیم. به جز راضیگی دیگر ما هیچ قوتی نداریم. حضرت عباس روایت میکند در کتابها که مثل این پدر گویم میوه دل خودش گم کردگی، وقتی که سفر دراز کردن و وقتی گشته آمدن به خانه، از پیش راش یک خوش خبر یک شخص برآمد. گفت ای عباس، ای ابن عباس، میدانی که در خانه تو مصیبت شد. گفت چی مصیبت آمد؟ گفت همو فرزند یگانه ای که داشتی، همو فرزند یگانه از دنیا گذشت. ابن عباس که خیلی سالهای طولانی فرزند خود را دیده بود، از پایان شد. میگوید طهارت کرد و نماز خواند. وقتی این مرد عملهای ابن عباس دید در حیرت ماند. گفت ابن عباس، من تو را به مصیبت گفته ایستادم، خبر مصیبت میدهم تو باشی نماز میخوانی. گفت ای بی خبر، پروردگار در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان به پروردگار دارید، وقتی که بالای شما مصیبت می آید شما یاردم این مصیبت فقط به صبر، فقط به نماز گذرانید. شما نماز خوانید، از پروردگار کمک و صبر در این مصیبت طلب کنید، خدا همراه شما هست. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، بسیار خوب می شود که همیشه با نماز باش. هیچ وقت دلی خود از این دنیا خنک نگردان، هیچ وقت ناآرام نباش، هیچ وقت ناراضی نباش، بلکه همیشه شکرگزار به سوی پروردگار باش. همیشه با عبادت باش، از خداوند باز زنی صالحه و باز فرزندای خوب طلب کن. خداوند قادر است هر آینه برای تو از این دیده بهترش باز نصیبت میگرداند، از این دیده باز خوبترش برای تو نصیب میگرداند، اگر این معامله که خداوند برای بنده فرموده است اگر از این معامله دور نشویم. حضرت عروه ابن زبیر حکایت میکنند که بسیار وقتی که پاش درد میکرد، بسیار ناراحت که شد، ویم یگانه فرزند داشت، فریاد زد، گفت رو، گفت برای من طبیب بیار. گفت وقتی طبیب آوردن، حضرت عروه ابن زبیر گفت یگانه این پای بریدن در کار، دیگر هیچ راه ندارد. عروه گفتن من تیار هستم. مرحمت گفت. طبیب گفت پیش از آنه که من برای تو یا پیش از آنه که این پای تو را من قطع کنم ببرم، باید که تو
از این موادی که تو را بیهوش میکند استفاده بری. عروه گفتن هیچگاه من از اجر و از پاداش پروردگار خود دور نمیکنم، فقط حالتی که من التحیات میخوانم همین پای مرا بدوره. چگونه نمازهای عاشقانه داشتن. وقتی من التحیات لله و الصلوات و طیبات، وقتی این جمله های زیبا را وقتی که خواندن از سر کردم، شما بریدن پا را سر کنین که در او حالت من دیگر حس نمی کنم. طبیب گفت میلش. وقتی حضرت عروه میگوید در خواندن همون تشهد نماز آغاز کرد، بریدن پای سر شد. فرزندش که میگوید دیدن این حالت که هیچ قوت نداشت، در حال میگوید بیرون رفت و حتی میگوید از بیرونم بالا یک بانگ بلندی برآمد تا این جراحی پدرش انجام یافتند. وقتی که میگوید فرزند که خودش را گم کرد، حالت پدر که دید بسیار ناراحت شد. شاید که یگان دورانی سر شد، میگوید و از همون بلندی آمده در زمین زد. شریکانی میگوید عروه در بیرون بودن، در حال میدوند میگویند که بچه عروه از دنیا گذشت. خود در درون خانه جراحی دارد، بیرون فرزندش از دنیا گذشت. دو مصیبت بالای عروه آمدن. لیکن دوستان خدا را ببین چگونه این مصیبت ها را استقبال میگرفتند. وقتی کار انجام یافت، رفیقای عروه میگوید خانه در آمدن. گفتن عروه، گفتن ما برای تو تعزیه بیان میکنیم. گفت بهر چی؟ آیا بهر همین پایی که از من بریدن؟ این پایی که بریدن پای دیگرم وجود دارد، دست های دیگرم وجود دارد. به این خاطر گفت این باعث نمی شود که شما برای یک خاطر پای از دست دادگی من تعزیه بیان کنید. گفت نه، در بیرون گفت فرزندی تو از بالای بام افتاد و هلاک شد. حضرت عروه در حال کلمه این لله و این الیه راجعون خواندم. من از خدا هستم گفت و به سوی خدا بازگشت دارم. اگر خدا گفت جان این فرزند مرا گرفته باشه هم من در حکم پروردگارم راضی هستم. هیچ وقت گردن کشی در حکم پروردگارم ندارم. حتی صاحبان کتاب میگوید داد نگفت، حتی آبی چشمم نکرد. باید ما مثل اهل دوستای خدا باید طاقت فرسا باشیم، صبر کننده باشیم. او ابراهیم حربی را حکایت میکنند که ابراهیم حربی میگوید شب در خوابش میدان قیامت دید که بسیار حال بندگان در میدان قیامت مشکل است. مردم یک تشنگی فرا گرفته است و میگوید وقتی نظر کرد، نگاه کرد که جوان پسرهای خردی زیاد در دستهاشون ظرفهای آب دارند. وقتی ابراهیم حربی میگوید حلقم که قاق شد، میدان قیامت بود. دوان به پیش یکی از این جوان پسرها رفتم، گفتم برای من از این آب چیده عطا کن تا که حلقم قاق شد. گفت این برای تو نیست. گفتم برای کیست؟ گفت من کسی هستم که در دنیا در حالتی گویم که به سین سال نابالغ از دنیا گذشتم، پدر و مادر من ندیدم. این آب برای فقط پدر و مادرم هست. گفت ابراهیم حربی میگوید وقتی این سخن شنیدم، در حال میگوید از خواب بیدار شدم، از پروردگار طلب کردم که خدایا یگانه همین فرزندی که دارم 10 ساله حافظ قرآن است، خدایا جانش قبض کن تا که در میدان قیامت برای من شفاعت کننده باشد. میگه دعای این دوست خدا قبول شد. همون بچه 10 ساله‌ای که حافظ قرآن بود، خدا جانش میگه گرفت. وقتی برادراش می آمدن، نزدیکاش می آمدن ابراهیم حربی را وقتی که تعزیه بیان میکردن، میگفت تعزیه بیان نکنید، من خود دعا کردم که خدا جان این فرزندی مرا گیرد. برای همین برادر خیلی عزیز و گرامی، در این مسئله خیلی باید ما با طاقت باشیم، با صبر باشیم.